آنگاه که تسلیم آغوشت می شوم جغرافیای خلق می شود به نام آرامش، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام عرض میکنم خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی صنف 12. بنده محمد علی نجفی، استاد مضمون جغرافیه، در خدمت شما عزیزان هستم با مبحثی جدید. مبحث امروز ما دوستان در ادامه فصل 4 جلسه 2 است. عنوان فصل مذکور مواصلات و ارتباطات می باشد. موضوعی که امروز می خواهیم برایتان توضیح دهیم دوستان در مورد انواع وسایل حمل و نقل زمینی می باشد. دوستان عزیز به مبحث جدید خوش آمدید. خب دوستان، درس را آغاز میکنیم با تعریف یک اصطلاح جدید در حوزه مواصلات و ارتباطات. واژه جدیدی که میخوایم برای شما امروز توضیح دهیم دوستان عبارت ترانسپورت زمینی میباشد که میخواهیم در مورد ترانسپورت زمینی یا همون حمل و نقل زمینی برای شما گفتمان نماییم. میگویند به وسایلی اطلاق میگردد که بر روی خشکی حرکت میکند. پس هر وسایلی که برای ترانسپورت باشد، برای حمل و نقل باشد و بر روی خشکی حرکت کند، این میشود در واقع ترانسپورت زمینی. مانند چی؟ مثالهای زیر را برایتان ذکر میکنیم. مانند حیوانات باربری، بایسیکل، موتورسایکل، موتر، انواع موتر که میخوایم برای شما توضیح دهیم، لاری ها، بس ها، مینی بس ها، موتورهای تیز رفتار و حتی میتواند ریل ها و خطوط راه آهن نیز از انواع ترانسپورت زمینی الحاق شود و بیان شود. اگر در تصویر نگاه کنیم دوستان، انواع ترانسپورت های زمینی از ابتدای شکلگیری و از ابتدایی ترین وسایل را برای شما بیان میکنیم تا انتهایی ترین و در واقع پیشرفته ترین اشکال اینها. از حرکت با شتور و اسب و گاری گرفته دوستان که درشگر را نیز شامل می شود تا انواع ریل ها و خطوط راه آهن و انواع موترهایی که می خواهیم برای شما دوستان در موردش ذکر نماییم. خب سوال پیش می آید که سهولت وسایل ترانسپورت زمینی، ما برای چی از وسایل حمل و نقل زمینی یا همون ترانسپورت زمینی استفاده میکنیم؟ ضرورت و اهمیت این استفاده دوستان در دو قالب است. یک ایست که ما میخواهیم از این وسایل استفاده نماییم تا کوتاه‌تر شدن فاصله ها بین مناطق و کشورها برای ما سهولت پیدا کند. پس وقتی شما میخواهید از این وسایل استفاده نمایید، اول چیزی که برای شما تحقق پیدا میکند ایست که این وسایل به شما کمک میکند در کمترین زمان طولانی ترین مسیرها و طولانی ترین راه ها را بپیمایید. این عامل باعث می شود که شما از این وسایل استفاده نمایید. مورد بعدی که مورد دوم است، انتقال راحت مال و تجاره سنگین. بسیاری از تجار، بسیاری از بازرگانان برای انتقال مواد اولیه، کالای اقتصادی خود از یک نقطه به یک نقطه دیگر نیازمند است که از وسایل ترانسپورت زمینی استفاده نمایید. چرا؟ چون این وسایل، چون این کالاها بسیار سنگین است، بسیار زیاد و بیشمار می باشد. حالی وسایل ترانسپورت زمینی می تواند این وسایل را به راحتی و در کمترین زمان و با بیشترین حجم به یک منطقه دیگر انتقال دهد. خب دوستان، از انواع وسایل ترانسپورت زمینی در ابتدایی ترین شکلش که می رسیم، بعد از وسایلی که در واقع حیوانات باربری و درشکه باشد، وسیله‌ای که یک مقداری بروزتر است، یک مقداری جدیدتر و نوتر می باشد، بایسکل است. خب این بایسیکل در واقع چه قدمتی دارد، چه تاریخچه‌ای دارد؟ ابتدا اجازه دهید دوستان در مورد خود واژه بحث نماییم. واژه بایسیکل یک واژه است که اصالت این واژه از یک لغت، از یک اصطلاح یونانی می باشد. کم کم وارد حوزه زبان لاتین می گردد و در واقع بین مردم استفاده و شمولیت پیدا می کند. واژه بایسیکل دوستان از دو واژه تشکیل می شود. یک بای به معنای چیست دوستان؟
واژه بای به معنای دو می باشد، به معنای عددی دو. و واژه بعدی که قسم دوم این می باشد چی می باشد دوستان؟ واژه و قسم دومش سایکل می باشد. سایکل به چه معناست؟ سایکل به معنای دایره است، به معنای گردی می باشد که در واقع به معنای دوچرخه نیز امروز به کار برده می شود. این واژه که در واقع یک واژه لاتین است و کاربرد زیاد دارد که شکلش رو دوستان می بینید. حال توضیحات این واژه و این در واقع وسیله ترانسپورت زمینی چی می باشد؟ میگویند مفیدترین وسیله ترانسپورتی برای انسان هاست. چرا میگویند مفید است؟ چون انسان ها می توانند بدون استفاده از سوخت و بدون استفاده از چیز دیگری در واقع از این استفاده کند که یک وسیله ورزشی نیز برای انسان ها به شمار می رود. اختراع آن توسط یک عالم انگلیسی به نام کندوسواک. در واقع این کسی است که اول بار بایسیکل را در سال 1790 میلادی اختراع نمود و کم کم اشکالش عوض شد. ابتدا بدانید که دوستان شکل دوچرخه یا بایسیکل که در تصویر برای شما عیان است به این شکل نبوده. در واقع یک شکلی بوده است که دو تا گردی یا دو چرخ بسیار بزرگ در انتها داشته و یک چرخ بسیار کوچک در جلو داشته و این باعث می شدد که در واقع حرکت دوچرخه و بایسیکل برای او کسی که می خواهد این حرکت را نماید آسان شود. مفید بودن برای ورزش، مصرف نکردن سوخت و آلوده نکردن محیط زیست. این از موارد استفاده و اهمیت چیز بایسیکل می باشد. اولا وسیله است که شما با کمک اون می توانید ورزش بکنید، کما اینکه ما امروزه یک رشته‌ای داریم به نام چی دوستان؟ به نام دوچرخه سواری، به نام بایسیکل رانی. دوم مصرف نکردن سوخت تنها وسیله است که ما بین وسایل متجددی که امروزه در بین انسان‌ها برای ترانسپورت زمینی امکان پذیر است و از او استفاده می‌کند همین بایسیکل است که نیاز به سوخت ندارد و تنها به واسطه در واقع انرژی مکانیکی که انسان‌ها می‌تواند پای بزند بر روی رکاب او یه حرکت انجام شود. آلوده نکردن محیط زیست چون از سوخت استفاده نمی‌کند، کما این که این باعث می شود که آلوده نشود فضای محیط زیست ما، فضایی که در او زندگی می کنیم از هر گونه آلودگی مبرا باشد. مورد بعدی است که دوستان حد عظمای ترانسپورت زمینی مردم چین به وسیله همین بایسیکل است. می‌دانید که مردم چین از نظر جمعیت بالاترین و بیشترین جمعیت دنیا را در خود جای داده است. ما قریب در 1 میلیارد نفر جمعیت داریم در کشور چین که اگر شما نگاه کنید بسیاری از جمعیت چین برای حمل و نقل، برای رفتن به سر کار، برای در واقع یک ورزش جمعی، برای در واقع استفاده و رفتن از یک مبدا به یک مبدا دیگر از چی استفاده میکنن؟ از همین ابزار و وسیله ترانسپورتی بایسیکل استفاده میکنن. نکته بعدی دوستان است که ورود بایسیکل در زمان حبیب الله خان به کشور ما اتفاق افتاد. یعنی سنه‌ای که در واقع می شود گفت یا عهدی که می شود گفت که بایسیکل وارد کشور ما شده است و مردم به وفور از او بعدها استفاده نموده است، عهد حکومت کیست؟ عهد امیر حبیب الله خان می باشد. خب دوستان مورد بعدی مورد موتر است. خب حال میبینیم که موتر چگونه ساخته شده و بعدها چگونه استفاده شده است. کشف نخستین موتر نفتی در نیمه دوم قرن 19 میلادی. این در واقع زمان و سنه است که یک موتر ابتدا در واقع استفاده شد و در قرن 19 میلادی به کار گرفته شد. البته دوستان خاطر نشان شود که قبل از این سنه و قبل از این قرن در قرن 18 نیز ما داشتیم که یک موتری اختراع شد که به وسیله چی استفاده می شد؟ به وسیله در واقع بخار از او استفاده می گرفتن، از موتور بخار استفاده می کردن و این وسیله را به حرکت در می آوردن. اما بعدها نخستین موتر نفتی در همین دوره در واقع اختراع شد. برخی گفته است که در واقع افراد دیگری بودند که باعث شدن که این موتر به کار گرفته شود و نخستین بار موتری که ساخته می شود توسط یک شخص آلمانی است به نام کارل بینز. امروز هم می‌دانید که یکی از شرکت‌های بسیار معتبر موترسازی چیست؟ شرکت بنز می باشد که در واقع
نخستین کس و بنیانگذار این شرکت کسی است به نام کارل بنز که ایشان در واقع یک موتوری را اختراع کردند که این موتور در واقع نخستین موتور قابل استفاده برای نفوس می باشد. البته برخی دیگر نیز گفته است که در واقع افراد دیگر بودند که باعث شدن این موتور اختراع شود که ما در مورد او قضیه برای شما اینجا بحث نمی کنیم. ورود نخستین موتور در زمان حبیب الله خان توسط مستر دین سکرتر وزارت خارجه بریتانیا در سنه 1904 میلادی. میدانید که در عهد حبیب الله خان نخستین موتور نیز وارد خاک کشور عزیزمان افغانستان می شود. سکرتر اول وزارت امور خارجه کشور بریتانیا همانطور که میبینید شخصی است به نام مستر دین. ایشان وقتی که میخواهد وارد کابل شود به همراه خود یک موتری می آورد که ارزش مبلغی موتر نزدیک به 700 پوند می باشد. دوستان این موتر را می آورد و تقدیم می کند به عنوان یک تحفه به امیر حبیب الله خان که بعدها به مرور زمان در واقع وسایل حمل و نقل دیگری از اشکال موتر وارد خاک کشورمان می گردد. خط آهن و ریل قدیمی ترین وسیله نقلیه جهان. قبل از اینکه موتر اختراع شود دوستان میدانید که خط آهن و ریل به مراتب از او قدمت بیشتری دارد و در کشورها برای جابجایی انسانها به کار گرفته میشد. حالی ایجاد نخستین خط ریلی و راه آهن در زمان حکومت امان الله خان می باشد. میدانید که امان الله خان را در داخل خاک کشور عزیزمان افغانستان به عنوان امیر تغییرات یا شاه تغییرات میشناسند که در زمانشان نخستین خط ریلی شکل میگیرد و این باعث می شود که انسانها را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل سازد. و مورد بعدی منحل شدن تمام تصدیهای ترانسپورتی است. بعد از عهد امیر امان الله خان شاهان بعدی که بر روی کار می آیند به سمت در واقع ترانسپورت های زمینی و حمل و نقل زمینی نمی افتند. بعد از او جنگ های داخلی گریبانگیر کشور عزیزمان افغانستان می شود و همون خط ریلی که در واقع در زمان امان الله خان شکل گرفته بود همون نیز از بین می رود و این باعث می شود که خطوط مواصلاتی و ارتباطی افغانستان در دوره های بعدی بسیار بسیار صدمه ببیند. البته در دوره های معاصر وقتی نگاه میکنیم متوجه میشویم که افزایش موترهای شخصی و تاکسی ها در دوره های جدید به مراتب و به وفور رؤیت و دیده می شود. خب دوستان و متعلمین عزیز وارد سوالات کانکور شویم. خب سوال اول میگوید موتر در کدام یک از قرون ذیل اختراع گردید؟ فرم دوم بلخ 1398، یک نیمه اول قرن 21، دو نیمه دوم قرن 19، سه نیمه اول قرن 18 و گزینه 4 نیمه دوم قرن 18. کدام یک از این قرون دوستان می شود؟ در واقع قرن اختراع موتر کدام یک است؟ احسن، گزینه صحیح نیمه دوم قرن 19 است که موتر احتراقی شکل میگیرد. البته دوستان گفتیم که موتر احتراقی نخستین بار توسط یک شخص آلمانی به نام کارل بنز اختراع میگردد و بعدها این شرکت میشود به عنوان یک از شرکت‌های بزرگ در حوزه موتر سازی. البته ما امروزه میبینیم شرکت‌های زیادی در این زمینه فعالیت میکنند، از شرکت‌های مختلفی مانند هیوندا، مانند بنز، مانند در واقع فورد، مانند نیسان، شرکت‌های مختلفی هستند که به صورت کاملا انبوه موتر در نقاط مختلف دنیا تولید میکنند. سوال بعد میگوید حد عظمای ترانسپورت زمینی کدام یک از کشورهای ذیل را بایسیکل تشکیل میدهد؟ یعنی بایسیکل در کدام یک از این کشورها به صورت عظما یک وسیله ترانسپورتی بسیار بسیار مهم به شمار می رود. فرم دوم بلخ 1398، یک کشور ژاپن، دوم کشور آلمان، گزینه 3 کشور چین و گزینه 4 کشور روسیه. گزینه صحیح کشور احسن کشور چین می باشد که از این وسیله ترانسپورت زمینی به وفور مردم و نفوسش استفاده می نمایند.
سوال بعد میگوید کدام یک از موترهای ذیل در افغانستان بیشترین افزایش را داشته است؟ از نظر تعداد، از نظر شمار، تعداد کدام یک از این موترها در افغانستان امروزه بیشتر می باشد؟ سوال بسیار بسیار مهم که در دو گانه فرم آمده است. فرم اول کابل و فرم بدخشان 1396. یک موترهای بس و لاری، دوم موترهای شخصی و تاکسی. گزینه 3 وسایل اتباع خارجی مقیم در کشور و گزینه 4 موترهای سرویس و تونیس. کدام یک از این گزینه‌ها می باشد متعلم عزیز؟ احسن، گزینه درست که برایتان در اسلاید آخر نیز ذکر نمودیم موترهای شخصی و تاکسی می باشد. سوال بعد میگوید نخستین موتر در زمان حکومت امیر حبیب الله خان توسط چه کسی وارد کابل شد؟ یک مستر دین، دو کند دو سواک، 3 مارتین دیورند و گزینه 4 هیچ کدام از موارد بالا. کدام از متعلم عزیز گزینه صحیح ماده سوال؟ گزینه صحیح دوستان گزینه شماره 1 می باشد که مستر دین سکرتر وزارت امور خارجه کشور بریتانیا که در عهد امیر حبیب الله خان وارد کابل شده و یک موتر که به قیمت و ارزش 700 پوند می باشد با خود به همراه می آورد و به عنوان تحفه به امیر حبیب الله خان تقدیم می کند. سوال بعد میگوید نخستین خط ریلی و راه آهن در زمان حکومت چه کسی وارد افغانستان شد؟ 1 امیر عبدالرحمن خان، 2 امیر حبیب الله خان، 3 امیر امان الله خان و گزینه 4 محمد ظاهرشاه. کدام یک از این 4 گانه مورد کسی است که در عهدش نخستین خط ریلی و راه آهن در افغانستان در واقع پایه‌ریزی و پایه‌گذاری شد؟ کدام است؟ احسن، گزینه درست گزینه 3 امیر امان الله خان می باشد. خب دوستان و متعلمین عزیز در پایان جلسه رسیدیم. مانده نباشید، امیدوارم که جلسه امروز نیز مورد قبول شما قرار گرفته باشد. تا جلسه بعد شما را به الله پاک می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.